تقوا چیست؟ از بزرگان و مفسرین من ترجمه تقوا را میگویم و موضوع را بسنده میکنم. حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایند که تقوا سه چیز هست. یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایند که تقوا این است که ان یطاع فلا یعصی، اطاعت خدا را بکنید، نافرمانی الله را داشته نباشید. این تفسیر اول. تفسیر جمله دوم که تقوا هست و یشکر فلا یکفر، شکر خدا را بکنید، ناشکری نکنید. اینم جز تقوای الهی است. سم و یذکر فلا ینسی، همیشه به یاد خدا باشید، خدا را فراموش نکنید. این معنی تقوا تفسیرش از حضرت عبدالله ابن عباس. و قول حضرت علی درباره تقوا چیست؟ وقال سیدنا علی کرم الله وجهه الشریف بل معرفا التقوا بقولی. حضرت علی میفرمایند تقوا 4 چیزه. تقوا 4 چیز است. اول الخوف من الجلیل، ترسیدن از جلیل، از الله ذوالجلال، الله جلیل بترسید. دوم والعمل بالتنزیل، به قرآن عمل بکنید، به قرآن مجید هر چی گفته، هر چی امر و نهی هست اونا را به جا بیارید. والعمل بالتنزیل. سم والقناعت بالقلیل، هر چی خدا به شما داده قناعت بکنید. هر چی الله ذوالجلال به شما داده کم است زیاده، شکر خدا را بکنید. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. والقناعت بالقلیل. امروز بدبختی‌های دنیا و عالم روی من مسئله هستند که ما از الله ترس نداریم، خدا را بر خود حاضر و ناظر نمیدانیم، آیات قرآن را اصلا توجه نداریم که خدا چه چیزی را امر کرده، چه چیزی را نهی کرده. اون روزی که خداوند به ما داده به اون قناعت نداریم. یکی را میبینه همه چیز دارد، میلیارد سرمایه دارد، اما بعضا میبینی قانع نیست. بعضا میبینی می خدا به من چه داده. یک روز یکی را من گفتم نماز بخوان، گفت خدا به من چه داده که تو از من نماز میخوای؟ خدا به تو چی نداده؟ 2 کلیه تا بگیرد، دیالیزم بروی نیاز پیدا بکنی، خدا به تو چی نداده؟ قلبت خدا بگیرد. امین ریه را خداوند امین به اصطلاح ریه شما را از شما بگه که نتوانی نفس بکشی. سعدی میگوید برای هر نفس کشیدن 2 شکر لازمه. اگر این اکسیژن نباشد که من نفس بکشم خفه میشم. اگر نفس درون وجودم رفت بیرون نیامد بازم مردم. پس برای هر نفس 2 شکر لازمه. 1 نفس کشیدن که به این راحتی تو نفس میکشی این نعمت خدا نیست. قلب سالم، ریه سالم، کلیه سالم هستند. و به گفته سعدی که اگر یک چیزی که شما اون را بسیار بد میدانید، اگر شکم شما یک سره کار بکند هم مصیبته، اگر کارم نکند مصیبت. از به هر حال نعمت های خداوند خیلی زیاد هستند. ان تعدوا نعمت الله. من گفتم خیلی خوب، خدا به شما چی نداده؟ من ماشین داشتم، ماشین خوبی بود. این سویج ماشین به دست شما، من یک چشم شما را کور میکنم، راضی میشوی؟ یک چشم شما که حاضر نیستی که ماشین مدل بالای کسی بدهد و چشم تو را بکشد.
این دو چشم، دو گوش، دهن و دندان غذا را به خوبی فرو میبری. یک سرمایه‌دار پنجرهش سرطان گرفته بود، داخل ماشین لوکس نشسته بود، اما نگاه میکرد به طرف کارگری که بیلی به بغلش بود و نانی را به خوبی میخورد. ای دم بدم نگاه میکرد. اون آمد گفت که شاید کارگر میخواد. گفت کارگر میخوای؟ گفت نه، من دوست دارم همه مغازه من، همه خانواده من، خانه و زندگی من، همه ماشینای لوکس مال شما باشند، من بتوانم مانند شما یک بیل زیر بغلم باشد، نان به اون راحتی بتوانم از گلو فرو ببرم. نان فقط نان خشک را بتوانم بخورم. اینا نعمتهای خدا نیستن. میفرمایند که والقناعت بالقلیل بقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، آماده شدن برای روز رفتن. در پست باشه، در هر مقامی باشه، در هر جایی که باشه، هر چی داشته باشی باید از این زمین برویم. برای اون روز آماده داشته باش خود را. اگر اسرائیل آمد دیگه اونجا نگوید که یا حسرتا ما فرطت فی جنب الله یا علی جنب الله. یا حسرتا اون روز نگوید، اونجا حسرت نخورید. این توصیه حضرت علی درباره تقوا هست. ما حضرت علی را دوست داریم، حضرت علی را میخواهیم، اما به قولش عمل بکنیم. همین 4 جمله را هر کسی از من میخواد، جوانی، یک کسی مسافری که مولوی صاحب ما یک نصیحتی لازم داریم، ما را یک نصیحتی بکنید، من همین 4 جمله که در این کتاب هست از حضرت علی نقل شده، من میگویم که این 4 جمله تفسیر تقوا هست از حضرت علی. من شما را توصیه میکنم از خدا بترسید، به قرآن عمل بکنید، اون چیز خدا به شما داده به اون قناعت بکنید و برای مردن و برای رفتن به آخرت آماده باشید. میگفت شیخ عطار، ما علی را زیاد دوست داریم، اسمش زیاد میبریم، اما از علی چی دانستیم؟ از علی چی فهمیدیم؟ میگه ای پسر تو بی نشانی از علی. شیخ عطار میگن در کتاب منطق الطیر، ای پسر تو بی نشانی از علی، نشانی از علی نداری. ای پسر تو بی نشانی از علی، عین و لام و یا بدانی از علی. از علی 3 حرفش بلد هستی، عین و لام و یا. آیا علی شناسی همی است که ما عین و لام و یایش بدانیم، یا بدانیم که علی چطوری انسانی بوده. ما اگر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضی و بزرگان را دوست داریم، زندگی اونا را الگوی خود بگیریم که حضرت علی کفشهای خود را خودش پیوند میزد. وقتی گفتن چه کار میکنی؟ گفت اگر عدالت در ملک جاری نشود، حکومت و بادشاهی از این کفش کونه من ارزشش کمتر است. یا به آب بینی بز تشبیه میداد حکومت را، به اندازه آب بینی بز این ارزش ندارد. این بود زود علی، این بود تقوای علی، این بود تقوای بزرگان. و همین 4 جمله که آخر درباره تقوا حضرت علی ذکر شد، اینا را انشاءالله فراموش نکنید. الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی خیر